اسکرول میکنی و تا ابد هم میتونه ادامه پیدا کنه، این ویدیو واسه تو. موقعی که میدونستم الان ناخودآگاه میرم سمت گوشی و شروع میکنم اسکرول کردن رو در نظر گرفتم و اونا رو با یه سری فعالیت‌ها جایگزین کردم. خب قطعا از هر چی که بگذاریم سخن سینما همیشه خوش‌تره. فیلمی که من این هفته دیدم فیلم فرانکشتاین هستش. خیلی برام جالب بود که ما یه عالم فیلم و انیمیشن برگرفته و اقتباس شده از فرانکشتاین داریم ولی خودش رو تا حالا و به این شکل نداشتیم. جالبه که بدونید نویسنده این سناریو که این همه فیلم و انیمیشن ازش اقتباس شده یه دختر 18 ساله است. پیشنهاد میکنم که موقع دیدن این فیلم به طراحی صحنه بی‌نظیرش توجه کنید چون کاملا از متافورها و عقاید شخصی کارگردان نشأت گرفته. Medusa is a misunderstood monster. And the other thing is the transmutation of something alive into something dead, stone, or something dead into something alive. Those are things that are way important. بعد دیدن فیلم از خودتون راجع به فیلم بپرسید و برداشتتون رو یا بنویسید و یا مرور کنید. نقدهای حرفه‌ای مربوط بهش رو بخونید. من خودم با ویدیو چنل فیلم باز خیلی ارتباط گرفتم و به نظرم کامل بود. فقط حتما بعد از تماشای فیلم ببینید چون اسپویل میشه براتون. ویکتور فرانکنشتاین. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست؟ کجا رود صدای فضای حوض ماهی توی آرامگاه سعدی رو میشنویم در روز بزرگداشتش همین چند روز گذشته. توی قسمت‌های قبل به مراسمی در ایران اشاره کردیم برای بارور کردن دوباره درخت‌ها. درختی که بارور نمیشه رو چند نفر از اهالی سراغش میرن و با تبر و اره تهدید به قطع کردنش میکنن و در نهایت یک نفر پادرمیونی میکنه و واسطه میشه که درخت سال آینده بار بیشتری میده. اما توی شیراز جنبه دیگه هم به این مراسم اضافه شده. شیرازی‌ها مراسمی دارن برای عروس کردن درخت نارنج. توی مراسم مثل همون مراسمی که تو جاهای مختلف ایران برگزار میشه، همسایه و دوستان جمع میشن و دور هم یه محفلی برگزار میکنن، غذای میپزن و تو دل این مراسم گفتگوی با درخت انجام میشه و در نهایت یک تور روی سر درخت نارنج میندازن و در واقع عروسش میکنن تا سال آینده بیشتر ثمر بده. چیزی که شنیدید پادکست آرسی اپیزود بهار شیراز بود که یهو پرتت میکنه وسط یه باغ بهار نارنج، حتی اگه تو آلودگی هوای پاییز تهران باشی. ولی واقعا بدون حرف از غذا زدن این چیزا به درد نمیخوره آقا. از وقتی از سفرم از گیلان اومدم دلم میخواست اون آلو اسفناجی که توی شورکولی وسط رشت خوردم و درست کنم. پس به اسفناجایی که توی یخچال بود و فکرشم نمیکردم که برم سراغشون سلام گفتم و ویدیوی آشپزی از نواب عزیز رو گذاشتم و با آهنگ دریا طوفان داره وای آشپزی رو شروع کردم. اما یه چیزی بگم که من آشپزی رو با خلاقیتش دوست دارم و مثل موش سرآشپز با تصور کردن یه سری چیزا میتونم طعمشون رو حدس بزنم و اون چیزا رو اضافه کنم. البته هم همیشه خوب نمیشه. خلاصه به رسیپی نواب جان من چی اضافه کنم خوبه؟ یه مشت گردوی آسیاب شده، رب گوجه و آلوچه خشک و تمام. خیلی خوب شد. در نهایت هم این ویدیو رو با یه سریال بسیار جذاب که این اواخر خیلی سر صدا به پا کرده تمومش میکنیم.
Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different. Figure it out, why? So you can join us. فیلم پلاریبوس یا پلاریبوس که اسمش هم حتی متفاوت رو دیدم که 3 قسمت ازش تا حالا اومده. داستان خیلی متفاوت و باحالی داره که باعث تحلیل و تفکر راجع به فرضیه یکی شدن و اون جامعه واحد داره. من اول رفتم درباره اسمش جوره شدم که مثل اینکه میشه معنیش یکی میان همه و لاتین هستش، که واقعا من از پوستری به این زردی توقع شاهکار این چنینی نداشتم. سورس تمام فعالیت‌های انجام شده توی این ویدیو توی کپشن هست و میتونید ازش لذت ببرید. اگر شما هم جایگزین‌های خوبی میشناسید خوشحال میشم که بشنومشون و در نهایت تجربهشون کنم. برامون کامنتش کنید. تا